با عرض ادب فوت استاد ایرج را به مردم ایران، به هنرمندان، موسیقیدانها و هنرجویان موسیقی سنتی تسلیت عرض می کنم. بنده که شنیدم که فوت استاد ایرج را خیلی ناراحت و غمگین شدم. در کشور من ایران به موسیقی سنتی زیاد اهمیت نمیدن. از گوشه کنار ایران هزاران نفر هستن که استعداد زیاد داشتن که از بین رفته. هنوز هزاران نفر در ایران هستن که مثل استاد ایرج صدا دارن و استعداد دارن، اما صداشون به جای نمیرسه. نه پشتوان مالی دارن، نه دولتی دارن، نه مشهور شدن. استاد ایرج مشهور شد، نامدار شد. کسانی زیادی هستن که در ایران مثل استاد ایرج میخونن و استاد ایرج روح شاد، یادش گرامی باد.